آسیا، این کریم گفتنی آدم کیست؟ ما خانه‌دار می شدیم. اما اوی عملی گفتنی شخص حیاتی مرا سیاه کرد. بعدش کریم هم رفت با ارزو خانه‌دار شد. من باشم همین خیل در بین ماندم. تو روی عملی تجاوز نکرد. تو چی هم میگویی؟ من روی عملی تجاوز کرد. حمدی و جنابی بشیر در حجره صحبت میکردن شنیدم. موضوع ای عملی بازی بوده است. جنابی بشیر فقط پسردار شوم گفته تو را تجاوز کرده است. آسیا، آسیا، نترس دخترم، منم بشیر. نهایت تو رو یافتم، نترس. خواطر نشو مریم. تا آخر عمرم آسیا را حمایه میکنم. آسیا، با من پسر گم کرده ام را تو داده میتوانی. از این پس آسیا را با بالای تو زن میکنم. زنی دویمم قبول میکنی. خالت رو خلاص میکنم، اما با شرطی که تو زنی اصلی من شوی. آسیا، آسیا، آسیا بین، مرا گوش کن. تو مجبور نیستی که به یگان تا اینها طاقت کنی. به حقارت‌های آن زن، به رفتارهای بدش. بعد تولد کودک خواهش داشتنی خانم این خانه بودنت را به جانب بشیر بگو. از این اذیت‌ها خلاص میشوی. من حامله نیستم. چی؟ حامله نیستم من. برای از آدم گریخته توانستن دروغ گفتم. ای خدا جان، اکنون چی می شود؟